جزوز خانگی درست میکنم. اول سیب زمینی‌ها رو سرخ کردم، الان پیاز روی گازه، جیگر آماده است، گوجه، اینا همه سرعت عمل میخوان، حرارت بالا. این برعکس آشپزی دیگه که حرارت کم باشه، اینجا حرارت بالا ما میخوایم. سریع عکس العمل سریع. الان این سیب زمینی سرخ شد، یه فیلمشو برداشتم، پیاز رو گاز جداگونه سرخ میشه، گوجه بعد آخرش جیگر، اینا همه آخر مخلوط میشن. خب الان پیاز سر اجاق حرارت بالا میخوام، اونطور که گفتم فقط سرعت عمل باشه که نسوزه پیازا. بعد پیاز گوجه، بعد گوجه جیگر، بعد ادویه‌جات مخصوص قاطی میشه. وای آخر سر فقط اینو ببینید و لذت ببرید. جان اینم گوجه هم در حال سرخ شدن، حرارت بالا. فقط یادتون باشه اسم یه مدول زوزو حرارت جلوی کارو خودت قول آسونه اون مزه ور میاد. یعنی استیشن بلند هم مثلا yarım saate زنده است. yarım saatten tam گره گت میای کارو متوجه اردو زوزو آدم نمیدونید زوزو. خب در این مرحله دیگرامون رو داریم سرخ می‌کنیم. بعد دیگر همه موادی که سرخ شده با هم مخلوط میشه، تفت می‌خوره و تمام. این مرحله فقط دیگر بازم با حرارت بالا. خب اینم پایان کار. یه جزبوز درجه یک جای دوستان خالی فوق العاده خدایا ای کاش این مزه رو میشد انتقال داد تو تصویر. امکان پذیر نیست ولی فوق العاده جای همه دوستان خالی. روزتون بخیر.